رستم آموزگارم. شما را دایما در یاد دارم، به یاد آرم همه پند شما را، نصیحت های دلبندی شما را. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز ما در مکتب میانه رقم 18 برای تبریک کردن معلمه ایشان خلاوه آمدیم. تیار هستیم که از نام تمام خوانندگانشان، از نام پدر مادران که رمز تشکر را اظهار کنند و البته آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم بینیم. شما تیار باشید، اگر همراهی آینه نیروگین با ما باشد. رفتیم. السلام علیکم معلم عزیز. السلام علیکم خواننده ها. معلم ایشان خلاوه، امروزه آماده ایستاده ایدی کسبیتان را و سیمای شما و تمام آموزگاران و تمام معلم های جمهوری ازبکستان عزیزمان، سمرقند عظیم و سیمای شما تبریک میگویم. امروزه ایدی کسبی مبارک باشد. آموزگار، معلم، من قیاس میکنم، مانند میکنم به آن سنگ تراشه که به هر یک آن سنگ نقش و جلوه داده به الماس و طلای نقره مبدل میگرداند شاگردان خود را. چقدر مشقت و چقدر زحمت کشیده آنها را به خط و ثبات، به علم، به خواندن می آموزاند. این کسی پرشرفترین نامش معلم استاد است. امروز شما را از نام انمی ختم کننده های عزیزتان، از نام شاگردان، از نام پدر مادران آنها تبریک میگوییم. رحمتشان را، تشکرشان را میرسانیم. گفتم که ما خرسند هستیم که این خیل استاد، این خیل آموزگار برای فرزندان ما تعلیم و تربیت میدهند و البته کم باشد هم امروز رفته از نام تمام ما تبریک گویید و البته از نام هر یکی آنها برایتان میرسانیم. نور معرفت برایم باز کرد آموزگار، مرغ اقبالم بلند پرواز کرد آموزگار. بی سواد بودم، سواد آموخت و چشمم باز کرد، از الفبا حرف نو آغاز کرد آموزگار. درس حسن خط، زبان و خوانش و آداب داد، بحر دانش جستنم در تاز کرد آموزگار. تا کشد بر روی ما هر صفحه علم و هنر، بر کتابی زندگی همراز کرد آموزگار. او به ما آشنا بکرد تاریخ و فرهنگی بزرگ، خود به اعجاز است و سرفراز کرد آموزگار. می توانم من کنون از راه استادم روم، بهر بشنیدن ز پند دمساز کرد آموزگار. وقتی آن آمد که چون استاد ما دانا شویم، علم جویی تکرار کن آواز کرد. امروزه روز خرسندی را، ایدی کسبی را، ایدی آموزگاران و معلمان استادان را مبارکباد میگوییم. من ما قریب 2 سال همجای کار کردم، میدونیم که برای فدایی کسب خود، برای نسل نورس، برای شاگردانتان از صمیم قلب علم و معرفت را می آموزانید. همیشه مانند امروز خوشبخت و خرسند باشید و در ارداغ این خیل شاگردان، در ارداغ چشم خلق باشید. امروز آن کسبی که آن کاری که شما از عهده‌اش برآمدید برای پدر مادران عزیز ارزنده ترین بود است که در این روز شما را خالی نماندن و با چنین تحفه ها شما را تبریک خواستند. البته این دست گلی زیبا برای استاد عزیز، برای معلمه مهربان، خواننده ها یک قرصک میزنید بسپارید. مرحبا. و البته معلمه عزیز بدانیم که برای انسانیت از همه کتابی که بهاترین کتاب قرآن کریم است برای شما، از نام تمام خواننده ها، از نام پدر مادران آنها رمزی تشکر برای شما کتاب قرآن را مرحمت قبول کنید. مبارک باشد. البته حاضر معلمه من از خود خواننده هایتان، از طلبه ها یک دو شعر میشنویم برای معلمه هاشان. کنی
گویید کنید پیش معلم آقا. السلام علیکم استادان قدر بلند و معلمان مهربان، مایان خوانندگان صنف چهارم به همه شمایان عزیزان را با این روز فرخنده عید معلمان از صمیمی قلب تبریک و مبارکباد می‌نماییم و کارهای پرمشقتتان و کم راحتتان همیشه آمدها می‌طلبیم. همیشه سربلند و خوشروز باشید. در حیاتی هر یکی مایان معلمی اولین شخصی ناتکرار است. او برای ما علم و بخت را می‌کشاید. ما را گفته مهنت ها می‌کند. ز این رو بزرگ هستی معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. و دستانم قلم دادی، قلم در دست من لرزید، ز لرزش های دست من که گویا مهر تو جنبید. ایا استاد، ایا استاد. کجا دانستم از اول برای من نکوهایی، خیرت بخشیده و دانش تو یک مرد خداگاهی. ایا استاد، ایا استاد. صدها شاخه های گلی مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید. معلمه عزیز روزتان مبارک. نور معرفت برویم باز کرد آموزگار، مرغ اقبالم برم پرواز کرد آموزگار. بی سواد بودم سواد آموز چشمم باز کرد، از الف با حرف نو آغاز کرد آموزگار. برسیم پا میگذاریم خدمتی او را به خاطر آریم. دستی رفاقت آموخت ما را، شمعی صداقت افروخت ما را. معلمی ما، معلمی ما، معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظی شیرین و روان. ما از شما آموختیم، ما از شما آموختیم. السلام علیکم آموزگاری عزیز. من شما را با این عید آموزگاران از صمیم دل تبریک می نمایم. با شما می خواستم که آرزوهای شما در این روز نکو جامعه عمل پوشد. معنای هر باب گویم به حساب، هر درس آداب معلمی ما، معلمی ما. تو نور عرفان غمخوار دیپلم هستی بمایان، معلمی ما، معلمی ما. کمترین و با تمکین مهربانی معلم، دلت سفه ماه برید بر ما جانی معلم. گر نباشد آموزگار نباشد حسن دیار، بر تو صاحب افتخار همه از تو منتدار. سعید گوید آفرین سعادت مرد استاد، در سر شاگردانت زنده بیمان عمر باد. شعر به نامی نیکت آموزگار دارم، در انجمن خاص چون دستت تحفه اسپارم. بحری شناسی خاطی دستت همه استشارم، منت رزید از تو دائم برزغارم. ز این رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالمی معانی همراه بر معلم. رونق کارت دائم برآرد، خواهم برایت معلمی ما، معلمی ما. تو آفتاب درخشانی ای معلم، جهان چو قسم تو جانی ای معلم. ما ای بخت و استقلال آور حیاتی. رحمت شاگردان برای استادشان
البته مبارک باشد. اکنون معلمه همراهی شاگردان برای تعریف یک جای رسم ها میگیره. من اپراتور ما در خدمت شما هستم. بیننده‌های عزیز ما، امروز ما معلم شام خانواده را با جشن عید کسبیتشان و یکم اکتبر که عید تمام آموزگاران است در جمهوری ازبکستان عزیزمون تبریک کردیم. از نام پدر مادران، از نام شاگردان عزیزشان. در حقیقت ارزنده‌ترین استاد هستند، ارزنده‌ترین معلمه هستند که جان فداکارانه بهره نسل نورست علم و معرفت تعلیم و تربیت می‌دهند. معلم عزیز ما رو دیگر ببینیم همیشه مانند امروز سرشار علامت کار و ایش برای طلبه باشد. هیچ وقت مانده نباشه، همیشه در اهدافی چشم خلق باشد و همیشه حضور علاقه علامت شاگردان عزیز را دیده کرده. بار دیگر مبارک باشد. برای شما بیان وقتی حضور در اختبار داشتم و برای تبریک به مکتب اومده از این روی من مستنی هستم که با کبیر شما اومد و از زبان سعدی بزرگ چنین میگویم سعدی و تعلیم مده بدزاد رو بدزاد اگر استاد شود